ما وقتی که کسی از علوم کهن صحبت میکنه فکر کنیم یه نفر هست، ریش بلند داره، موی بلند داره، لباس سبز پوشیده، یه چیزی مینویسه، کاغذ رو 3 گوشتا میکنه میده به ما، ببر اینو بریز توی آب غذای فلانی، آب نه، این دانش عزیزان یک علم بسیار پیچیده است. این دانش ریشش در سرزمین ماست، سرزمین ایران امروزی رو نمیگم، سرزمین ایرانی که خیلی وسیع‌تر بود. این علم باعث رشد بسیار عظیم در جهان‌های پیشرفته و جهان اول شده. سرزمین ما هنوز گرفتار نمیدونم طلسم و جادو این داستان هستیم. امریکا چقدر از حیاتش میگذره؟ 450 سال. در 450 سال این همه رشد، این همه تکنولوژی، کشورهای جهان اول چه کار کرده؟ دانشمند، نخبه، متفکر رو، چک سفید، امکانات، بیا در کشور من بهترین امکانات رو میدم، دانشت رو در اختیار. به واسطه اینکه اینقدر پیشرفت کرده. چرا خاورمیانه سرزمین ما که مهد دانش، مهد آگاهی است، مهد تکنولوژی است، مهد عرفان، باید اینه.